پسری که پراید داره کنسله، پسری که پول نداره کنسله، پسری که فلانا نداره کنسله. دختر خوب قربونت بشم، کی انتظارات عجیب غریبو ساخته؟ چرا پسری که پراید داره کنسل؟ میدونی همون جوون توی ایران بخواد اونو بخره باید چند سال زرج بکشه؟ این انتظارات عجیب غریب که اگه حساب بانکی سنگین نداشته باشه، اگه ماشین فلانو نداشته باشه، ماشین میلیاردی رو نداشته باشه کنسله، بسته تمومش کن. جوونای الان زیر بار این تورم له شدن. نه پارتی داشتن، نه پول داشتن، نه خانواده پولدار داشتن. تنها چیزی که داشتن خودشون بود، آرزوهاشون. پسرای الان تنها چیز زندگیشون که ارزون بود آرزوهاشون بود، جوونیشون بود، زندگی کردنشون بود، تفریح کردنشون بود. پسری که پراید داره کنسل نیست، پسری که پول نداره کنسل نیست، پسری که ارزه نداره کنسله، پسری که بلد نیست به جنگه کنسل. تو پیجم حرف دل جوونا رو میزنم، دوست داشتی پیجم رو داشته باش.